گفتی چندمین بار خودکشی کردی؟ 5 بار، ولی شانس نداشتم که همش نجاتم میداد. چند سالته مگه؟ 21 22. چه مشکلی با زندگی کردن داری با فلسفه زندگی که دوست داری نباشی؟ مسخره است کلا. همه پول دارن، همه خفنن، همه حالشون خوبه جز ما. فقط ما 10-20 نفریم که بدبخت زاده ایم و باید بدبخت بمیریم. از کجا مطمئنی همه چی گل و بلبل همه حالشون خوبه؟ خب معلومه دیگه. یه نگاه به زندگیاشون بکن چقدر خوشبختن. نگاه به پست و استوریاشون بکن. فیک. هر چیزی که تو مجازی میبینی فیکه. 20% زندگی مردم هم نیست. کی میاد تو مجازی از حال بدش بگه؟ کی میاد حال بدش رو بیاد استوری بکنه، پست بکنه؟ باعث دیوونت میکنه، اعتماد به نفس رو ازت میگیره، عزت نفس تو داغون میکنه، ظاهر زندگی بقیه رو با باطن زندگی خود مقایسه میکنه. آدم رو دروغ میگن که حالشون خیلی خوبه.